بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، الله تعالی ما را از کشتن عمومی انسانیت نهی کرده است، منع کرده است. الله تعالی میگه که ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. شما نفسی را که الله تعالی کشتن او را حرام کرده است اون را به قتل نرسانید. نفس ها محترم هستند، یعنی احترام دارد و حق دارد. اصلا کشتن نفس حرام است. زیر تفسیر همین آیت عبدالرحمن سعدی یکی از مفسرها گفتند که و هذا شامل لكل نفس، و این در بر گیرنده است تمام نفس ها را، چی نفسی مسلمان است چی نفسی غیر مسلمان است. وقتی که الله تعالی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، شما به قتل نرسانید اون نفسی که الله حرام کرده است، گفت این تمام نفس ها را در بر میگیرد. گفتم صغیر و کبیر و ذکر و انثى و حر و عبد و مسلم و کافر، یعنی خواه خردسال است، خواه بزرگسال است، خواه زن است، خواه مرد است، خواه غلام است، خواه شخصی آزاد است، خواه مسلمان است، خواه کافر است. این نهی الله تعالی همه این را در بر میگیرد. در تفسیر سعدی در سوره مائده الله سبحانه و تعالی وقتی که قصه قتل یکی از فرزندان حضرت آدم علیه السلام یکی از فرزندان دیگرشان را به قتل رسانید، در بعضی روایت ها قابیل حابیل را به قتل رسانید. بعد از آن الله سبحانه و تعالی این قصه را در سوره مائده نقل کرد که این اولین کشتار در روی زمین است. بعد از آن که من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. بنابراین یعنی به سبب آن که پسر آدم یکی دیگری پسر آدم را کش، همه ما فرزندان آدم هستیم. کلکم من آدم، پیامبر علیه السلام میگه همه شما فرزند آدم هستید. برای همین خاطری که قابیل حابیل را کشت ما بر بنی اسرائیل فرض گردانیدیم، حتمی گردانیدیم. و عبدالله ابن مسعود و دیگر صحابه ها گفتند که این حسن بصری از تابعین، این آیت یعنی تمام امت ها را در بر میگیرد، اگرچه سبب نزول یا که لفظی بنی اسرائیل اینجا استفاده شده است. انه من قتل نفسا بغیر نفس، کسی یه نفسی را ناحق به قتل میرساند، او فساد فی الارض، یا اینکه در روی زمین فسادکاری میکند، مردم عام به قتل میرساند، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا که تمامی مردم به قتل رساند. کسی یه نفس من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس، یک نفر یه نفس اگر ناحق به قتل رساند، فكأنما قتل الناس جميعا، گویا که او تمام مردم خونش ریزانیده است، گویا که او تمام مردم را به قتل رسانیده است. و امام بخاری در صحیح بخاری گفتند که باب اثم من قتل معاهدا بغیر جرم، باب درباره آن آدمی که یک شخصی که بین ما و بین آن عهد است اون به قتل رساند، اون مسلمان نیست ولی بین ما و بین آنها عهد است. شما ببینید اگر در صورتی که شما دولت اسلامی دارید و در دولت شما یا آدم غیر مسلمان با عهد و پیمان دولت شما آمده زیر شما اگر کار کند، نه اینکه شما در شهر اونا، در این صورت هم یعنی در دولت خودتون هم او حق ندارید یک شخصی که در دینی مثلا یهودیت است یا نصرانیت است یا بت پرست است به قتل رسانید. بعد از آن حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردن از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کردن که گفتن که من قتل معاهدا لم یرح رائحة الجنه، کسی که یک شخصی که بین ما و بین آنها عهد و پیمان است که باید آرامانه در کشور ما زندگی کند، اگر
همون شخصی که ما به عهد دادیم که تو در کشور ما آرام هستی، به امنیت میتونی فعالیت کنی، کار کنی، تجارت کنی، زندگی کنی، گفته به وی عهد داده باشد شما اگر کسی اگر اونو به قتل رساند لم یریح رائحة الجنه، بوی جنت را نمییابد. این ریحها توجد من مسیرة 40 عاما، حالان که بوی بهشت از مسافه 40 سالینه راه به مشام میرسد. یعنی خیلی از جنت دور است. شخصی که یه آدم به قتل میرساند که او مسلمان نیست، لیکن بین ما و بین آنها عهد است. شما در کشوری اونها زندگی میکنید، اونها برای شما عهد و امن دادیان. نعوذ بالله این فتواهایی که مثلا کسی همین گونه فتواها رو میدهد شخصان گمراه هستند. یگان عالم اسلام از قرآن و سنت چنین نفهمیده است. حتی در حالت جنگ باشدم رفت و دو کشور بین همدیگر جنگ دارند، مثلا فلسطین و اسرائیل جنگ دارند، در همین حالت هم برای یک شخص فلسطینی حلال نیست که در داخل مثلا مردمی که در کلیسا نشستین عبادت میکنه یا در یک بتخانه بت عبادت کرده ایستاد، یا یک شخصیتی که یراق و اسلحه ندارد اونها جنگ نمیکند، اونها را به قتل رساندن حرام است. چه جای این کاری که اینا کردند؟ این 100% کار اسلام نیست، کار مسلمان نیست و شریعت هیچگاه به این امر نمیکند و شخص مسلمان باید از احکام دینش باخبر باشد و علم را از یک شخص بگیرد که به علم و امانتش ایمان داشته باشد، نه به یک شخصی که نه نامش معلوم است، نه نسبش معلوم است، نه اخلاقش معلوم است، نه علمش معلوم است. از هر کی علم گرفتن ممنوع است. امام مالک حتی نماز استاد خود را اول از نظر میگذارانیدن سپس میگرفتن. چگونه نماز میگذارد؟ برای چی از فلانی علم نگرفتی؟ گفتن که دیدم که راست استاد حدیث میگوید، دیدم که نسبت حدیثی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی آدابی میکند، از او علم نگرفتم. عمرو ابن دینار تابعین بود، شخصی که اگر او را بیند از او علم نگیرد این عیب است که در یک زمانه زندگی کردی و از همون شخص بزرگوار علم نگرفتی. این با این عیب امام مالک را عیب کردن. برای چی از عمرو ابن دینار علم نگرفته امام مالک؟ گفتن که رأیته یحدث الناس قائما، دیدم که راست استاد حدیث میگفت. یعنی به خاطر بی‌آدابیش علم نگرفتن، حالا که وای تابعین است، صحابه ها رو دید است، اهل علم است، اهل حدیث است، از او سزاوار است که علم گرفته شود. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. این علم شریعت دین است. این هم مراتب نگاه کنید که شما از کی میگیرید. باید انسان یعنی روز قیامت هر یک شخصی عامی هم برای یک استادی که برای خودش انتخاب کرده است و دینش از وی میآموزد، روز قیامت هر شخصی عامی هم جوابگر است. شما چشم دارید، شما عقل دارید، یعنی باید ببینید که از کی علم میگیرید. و این چنین در سنن ابو داود با سند صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که گفتند که الا من ظلم معاهدا یا معاهدا به هر دو معنا او انتقصه، کدام آدمی که معاهد، شخصی که با او عهد دادیم که در دیار ما زندگی میکنی یا بین دو کشور عهد است که آرامانه شما میتونید به کشور ما بیایید، ما میتونیم به کشور شما رویم و میتونید شما در کشور ما فعالیت برید، ما میتونیم در کشور شما فعالیت بریم، زندگی کنیم، بین دو کشور عهد است. اگر همین آدم ظلم کند، تهمت کند، اذیت دهد، حقارت کند، مسخره، اینا همه ظلم است. او انتقصه یا انتقاص کند، عیب یابد یا تحقیر کند، او کلفه فوق طاقته، یا اینکه اگر در زیر دستش کار میکرده باشد از طاقتش بالاتر کار فرماید. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را هم با غلام ها چگونه کار کردن را تعلیم دادند. لا تکلفوهم ما لا یطیقون، شما غلام ها را از طاقت آنها بالا کار نفرمایید.
فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِینُوهُم. اگر رفت یگان کاری وزنینه که طاقت آنها نمیتواند برداشت کنند، اگر فرمان دادید فَأَعِینُوهُم، شما هم در برش صدا یاری کنید. و از طعامی که میخورید، طعام دیدون زمان غلامداری بود، به غلام چون این سپارش دادن که طعامی که میخورید به آنها دهید، از لباسی که میپوشید به آنها هم پوشانید. این معامله اسلام با غلامدارها، با غلامها چنین بود، چی جای آزادها. بنابراین کسی که اگر از طاقتش بالا کار فرماید او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفس، یعنی که مالش بدون اجازتش، بغیر رازگیش اگر ظلما مالش گیرد، فانا حجیجه یوم القیامه، من مخاصم او هستم روز قیامت. یعنی در رو به روش مرا میبیند. کسی که شخصی که با وی عهد دادیم، یعنی مراد شخصی که بیدین است در اینجا، یک شخصی که مسلمان نیست لیکن بین کشوری اونها و کشوری شما، یا بین کشوری شما و بین آن شخصای بیدین و غیر مسلمان عهد و پیمان است. اگر کسی کشتن اون طرف است، ظلم کنه یا حقش پایمال کنه یا یک سومش به اجازتش اگر گیرد یا تحقیر کند، روز قیامت من مخاصم او هستم. سنن ابو داود. و این چنین این دین مقدس اسلام است، دینی که از زبان و از دست ما و شما باید دیگرها سلامت ماند. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الله تعالی که ای پیغمبر ما توی فقط همچون مهربانی برای عالمیان فرستانیدیم. مهربان مردم به قتل نمیرساند. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین در سوره انبیاء. ما تو را برای مردم، برای تمام عالمیان، نه فقط به عالم انس و جن، حتی برای حیوانات هم، حتی برای دیگر عالم ها هم رحمتا للعالمین، همچون مهربانی برای تمام عالم ها فرستانیدیم. نخواد پیغمبری که به همچون مهربانی پیغمبر شدن امتشان این کار کند. این از شریعت بیرون است، این شکی نیست. دخلت امرأة النار فی هرة ربطتها. یه زن به دوزخ در آمد به سبب یک گربه که اون حبس کرد. فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض. نه او را رها داد که خودش برآمده از حشرات بخورد. خشاش اگر با خا باشد، خشاش این حشرات است. حشیش باشد یا حشاش باشد و گیاه است دیگر. این روایتی بخاری مسلم است. یعنی یه زن به سبب اینکه یک گربه را حبس کرد، او گربه را با کارد سرش نبرید، بر سرش تیر نزد، فقط در یک قفس قلف کرد، نه طعام داد نه خالی گذاشت که خودش طعام یافته خورد، حتی ماتت، حتی گربه پیشک در داخل همون قفس هلاک شد. به سبب همین گربه که گوشتش حرام است، فروختنش حرام است، یه حیوانی ناچیز است، یه زن به دوزخ در آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن که یک گربه مانند کوه عظیم جسته شده است، با پنجه‌هاش روی زن میخراشد. هر وقت که زنک گریخته نمیشد با پنجهش میقپد، خراشیده میبیارد به نزدش. همیشه عذاب میداد این گربه این زن را. پرسیدن که جبریل این چی گربه است و این چی زن است؟ گفتن که در وقتش در دنیا این زن گربه را عذاب داده بود. چی جای آدمی که صدها آدم ها را در آمده بی سبب آنها را به قتل میرساند، ناحق خون میریزاند و نام اسلام را بد میکند. هیچگاه این امر شریعت نیست. باید ما و شما از احکام شریعت با خبر باشیم. این شخص ساده نباشیم که کسی ما را گمراه کند. کسی گوید که رو خودت را در نزد فلان جا ترک کن، تو شهید میشوی. این گپا دروغ است، ناحق است، گپای باطل است. شخص مسلمان باید علم داشته باشد. ما ضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم شیئا قط بیده ولا امرأة ولا خادما. حضرت عایشه میگن که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یگون چیزی را با دستشان نزدن، نه زنی را نه خدمتگاری را. غلام داشتند، خدمتگار داشتند که یگان مراتبه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدند
زن را نزدند، خدمتگار را نزدند، مگر همین دستوری پیغمبر است صلی الله علیه وسلم که در آیو به یک جا مردمی بیگناه به قتل رساند. ما وظیفه دار هستیم اسلام را با سخنهایمان، با عملهایمان، با رفتار و خلقمان زیبا نشان دهیم و مردم را به این دین مقدس اسلام دعوت کنیم تا اینکه آنها از دنیا مسلمان وفات کنند، نه اینکه آنها را به قتل رسانیم. در سوره انعام الله تعالی میگوید که به پیامبر صلی الله علیه وسلم قل، ای پیامبر صلی الله علیه وسلم به مردم بگو که تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، بیایید من به شما تلاوت میکنم اون چیزایی که الله پروردگار شما به شما حرام کرده است، ممنوع کرده است. الله تشرکو به شیئا، اولین این که به الله تعالی چیزی رو شریک نبیاره، کسی رو چیزی رو شریک نبیاره. الله تعالی یگانه است، الله تعالی رو یگانه پرستش کنید و یگانه اعتقاد کنید. و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر نیکی کنید. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فرزندان خود را از ترس کمبغلی به قتل نرسانید. نحن نرزقکم و ایاهم، ما شما را هم رزق میدهیم، کودکای شما را هم ما رزق میدهیم، یعنی الله تعالی رزق میدهد. شما از خوف کمبغلی فرزندای خود را به قتل نرسانید. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به فاحشه ها نزدیکی نکنید، خواه فاحشه های ظاهر باشد، آشکارا باشد، خواه فاحشه ها گناهایی که پنهانی باشد نزدیکی نکنید. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، شما یگان نفسی را که الله تعالی او را حرام گردانیده است قتل او را به قتل نرسانید. نفسی که الله تعالی او را نگاه داشته است، الله تعالی من کرده است، شما او را به قتل نرسانید. ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون، این وصیتی است که الله تعالی شما را به این وصیت میکنه. در سوره انعام الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داده است که همین چیزها رو به مردم تعلیم دهند. از جمله ای مردم، الله تعالی ریزانیدن خون را حرام گردانیده است، نفسی را بدون حق ناحق خون او را نریزانید.